خسته نباشین. سلام بفرمایید. با 330 میلیارد تومان یه ماشین داری به ما معرفی کنی؟ جسارتا پولتون نقده؟ نقد دارم، چک دارم، کردیت دارم، کش دارم، کشبک دارم، همه چی دارم. چه عالی. ماشین معرفی هم داری؟ چی دارم؟ دلار هم دارم. بله. دلار دارم. آره. خب اگه تو این رنج میخوای این بوگاتی جذاب. این چیه دوگاتی؟ دوگاتی موتور هستش. این بوگاتیه. بوگاتی. آره. بوگاتی. اونم دوکاتیه. ولی برای گلم به نظرتون رو بنویسید تا من با این صحبت میکنم. خب بعد این چجوریه داستانش؟ با کی صحبت میکردی؟ نه با یکی از بچه‌ها دارم ویدیو کال میکنم. داستانش اینه که این انقدر جذابه 3 روز در هفته شما میتونید بشینید و کیفش 3 روز در هفته؟ اون 3 روز دیگه رو چیکار کنم؟ 3 روز دیگه هم اگر دوباره مجددا دلار داشته باشین، کش داشته باشین. اصلا تو فکر کنم من 660 میلیارد الان پول دارم خیلی کش. خوبه 660 میلیارد میتونید بیا این لافراری جذابم بخرید. این لافراری که میگن اینه. اون 3 روز دیگر هم میتونی با این بری. یه روزم بمون تو خونه. سخته دیگه هر روز. آره نه دیگه 3 روز با اون 3 روز با این واقعا آدم یه روز استراحت نیاز داره. استراحت کنی. اینا مجموعشون شد 660 میلیارد تومان. آره قابلیت هم نداره. دسته. بعد کش هم میخوای نه؟ آره. چک هم داری؟ منو نشناختی خانم محترم؟ از اونجایی که میدونم چیزی نداری، نه چکی نه فلانی. من آقای محترم هستم، سلطان قلب‌ها. چه کلاهی گذاشتی چه بهت میاد. با مزه شدید. احتمالاً این روزا بیام خواستگاریت دیگه. چه جالب. دیگه وقتشه به نظر من. بچه شما بوگاتینا رو هر دفعه میای ما رو بوگاتی رو شما نگاه کنید. خانم محترم میدونید زیاد اینجا تنهاه. اینو بپیچم ببری آقای محترم. خانم الان 600 با هم صحبت کنیم. اینو بپیچم ببری. فعلا 3 روز در هفته رو بشین. بعد برای 3 روز هفته دیگه یه فکر دیگه حالا میکنیم برای اون لافر. میگم تو آشپزی چطوره؟ قرمه سبزی خوب میپزم. بچه این چیه میگه بوگاتی رو ببینه. چیز دیگه ای نمیخواد؟ ببین من خیلی دوست دارم با تو بیشتر آشنا بشم. اگه احتمالشو داره به من یه ذره بیشتر توجه کن. بیاید یه ذره چیز کنید دیگه. باش صحبت کنید. با من یه قرار عاشقانه اگه تو اذیت نکنی من باهات قرار میذارم. ولی تو اذیت میکنی. الانم دیگه نه دنبال من دارم. من دارم لافراری رو به بچه‌ها نشون میدم. خانم من دنبال شما نمیام. شمایی که دنبال منی. خب هر جا میرم تو کادری نگاه کن. ببینم که تو الان تو کادری میای یا نمیای. باز ببینم مردم میخوان لافراری نگاه کنن. خدا نگهدار آقای محترم. نه بعد اینجا تو نگاه کن. لافراری نگاه کن. صحبت میکنیم. خیلی کلات خوشگله. بچه‌ها براش بنویسید اگه کلاش خوشگله. خدا نگهدار. عاشقتم. بای بای.